اینجا خبری از خرافات و دروغ نیست و قراره درباره قدرتی صحبت کنیم که به صورت کاملا علمی به اثبات رسیده. قدرتی که در وجود همه انسان‌ها وجود داره و به کمک اون میشه به موفقیت و ثروت بیشتر، روابط بهتر، شادی و سلامتی رسید. قدرت ذهن به عنوان ارزشمندترین دارایی شما به حساب میاد و همینطور قدرت ذهن سخت‌ترین دشمن شما هم به حساب میاد. بله، درست متوجه شدید. قدرت ذهن شما همون قدر که میتونه شما رو ثروتمند کنه، به همون اندازه هم میتونه شما رو به یک فرد بازنده تبدیل کنه. برای اینکه بتونید از این قدرت استفاده کنید، اول باید یاد بگیرید که اون رو رام کنید و برای این کار باید ذهن و کارکرد ذهن رو درک کنید. اینجا چنل ذهن زیباست، دنیایی صادقانه با مطالب مفید و ارزشمند. این ویدیو برابر با یک دوره چند میلیونی ارزش داره. پس یادت نره که ویدیو رو لایک، چنل رو ساب و ذهنت رو زیبا کنی. پیش نیاز این ویدیو قسمت 1 اون هست که برای درک بهتر اول باید اون رو ببینید. در قسمت قبل متوجه شدیم که هیچ چیز خاصی نیست مگر اینکه شما بهش معنی بدید و در اون صورت تبدیل میشه به چیزی که شما کردید. بذارید اینو یه جور دیگه بگم. هیچ چیز خاصی نیست مگر اینکه شما اون رو در ذهنتون تبدیل به چیز خاصی کنید. برای مثال، یه دختر بدون روسری در خیابون‌های ایران برای یکی معنی شجاعت، برای یک نفر دیگه معنی زیبایی و برای بعضی از افراد به معنی گناه و خیلی چیزای دیگه است. دیگه خیلی به این موضوع گیر نمیدم. در کل هیچ واقعیتی وجود نداره مگر اینکه شما اون رو بسازید. پس واقعیت یه چیز شخصیه و یک اتفاق برای هر کسی میتونه معنی متفاوتی داشته باشه. سوال اینه که خود این معنی در ذهن ما چطور ساخته میشه؟ میتونید حدس بزنید؟ معانی مختلفی که ما به موضوعات اختصاص میدیم به واسطه اطلاعاتی که وارد مغزمون میکنیم ساخته میشه. اون کمد مدارک یا هارد اطلاعاتی که در ویدئوی قبل مثال زدیم رو یادتونه؟ ما با یک ذهن خالی از اطلاعات به دنیا اومدیم. اگر ذهنمون خالی بوده، پس اطلاعاتی که الان داریم رو از کجا به دست آوردیم؟ در اکثر مواقع اطلاعات رو از افرادی که مستقیما با اونها در ارتباط هستیم دریافت میکنیم. و در ابتدای زندگی این افراد چه کسانی هستن؟ والدین، دوستان و فامیل و هر کس دیگه‌ای که کنارشون بزرگ شدیم. یکم که سنمون بیشتر شد، اطلاعات رو از معلم‌ها، رهبران مذهبی و در نهایت رسانه‌ها دریافت کردیم. پس تمام کسانی که بهشون اشاره کردیم و رسانه‌ها دارن هارد یا حافظه ما رو با اطلاعاتی درباره جهان پر میکنن. لطفاً با دقت گوش کنید. میخوام به این سوال حتما جواب بدیم. آیا این اطلاعاتی که دریافت میکنیم واقعیت دارن؟ خب اگر شما بخوای اونها رو باور داشته باشی، پس برای شما واقعیت دارن. اگر الان در وضعیتی که دوست داری زندگی نمی‌کنی، پس باید تمام این اطلاعات رو زیر سوال ببری. چرا؟ چون قدرت شگفت‌انگیز ذهنت داره صرف پردازش این اطلاعات و تصمیم گیری بر اساس اونها میکنه و اگر نتایجی که در زندگی خودت به دست آوردی اون چیزی نیست که می‌خواستی، پس اطلاعات نادرست رو وارد ذهنت کردی و ذهن نسبت به همون اطلاعات غیر واقعی داره تصمیم گیری میکنه. بدون اینکه ما متوجه بشیم تمام این اتفاقات در کسری از ثانیه داره توی مغز ما میفته. خلاصه مطلب این که ما به صورت خالی به دنیا اومدیم، اما با افکار و نظرات و باورها و احساسات و عادتها و روشهای دیگران پر شدیم. حالا یه چیز دیگه، لطفاً با دقت گوش کن. این رو فراموش نکنیم که اگر ما خالی به دنیا اومدیم، پس کسانی که اطلاعات رو وارد ذهن ما کردن هم خالی به دنیا اومدن و اونها هم با اطلاعات دیگران پر شدن. یه مثال، شنیدید که میگن اگر در یک جمعی که 5 نفر آدم فقیر اونجا هستن باشین، 6مین نفر شمایی و اگر 5 نفر ثروتمند باشن، 6مین فرد ثروتمند شمایی. در واقع این مثل نشون میده که ما به چه اندازه از محیط اطرافمون تأثیر میگیریم. آیا اطلاعاتی که افراد فقیر در ذهنشون دارن با افراد ثروتمند برابره؟ آیا اونها زندگی و فرصت‌ها رو به یه شکل میبینن؟ در طول زندگی افراد خیلی زیادی از جمله والدین، معلم‌ها و رهبران مذهبی سعی میکنن که اطلاعاتی رو وارد ذهن ما بکنن و به اصطلاح دانش خودشون رو به ما انتقال بدن. سوال اساسی اینه که آیا این افراد دارن اطلاعاتی رو به ما انتقال میدن که حقیقت داره و درسته، یا اطلاعاتی که فقط خودشون فکر میکنن حقیقت داره؟ متاسفانه بله، این افراد اطلاعاتی که خودشون فکر میکنن درسته رو به شما انتقال میدن و این یک موضوع خیلی مهم برای شماست، چون روی تمام زندگیتون تأثیر میذاره. تمام چیزهایی که گفتم به این معنی هست که کمد مدارک که همون ذهن شماست با اطلاعاتی از زندگی پر شده که ممکنه درست یا غلط باشن. این خیلی مهمه و هدف من اینه که شما درک بکنید که نه تنها ذهنتون و اون کمد مدارک نیستید، بلکه چیزی که درونش هست هم شما نیستید.
اگر تونستید این موضوع رو درک کنید بهتون تبریک میگم و این خبر خیلی خیلی خوبیه. چرا؟ چون اگر بدونید که ذهن شما از اطلاعات افراد دیگه پر شده و این اطلاعات مال شما یا خود شما نیست، پس میتونید خودتون رو از اونها جدا کنید و اون صداهایی که توی ذهنتون میشنوید رو زیاد جدی نگیرید و این یک چیز خیلی 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 مهم رو بهتون میده و اون استفاده درست از قدرت ذهنتونه. میدونید که انسان به طور معمول فقط از 10 تا 15% قدرت ذهنش استفاده میکنه. تا به حال به علت این موضوع فکر کرده بودین؟ بعضی اطلاعات به قدری ما رو محدود میکنن که ما در زندان فکر خودمون اسیر میشیم و قدرت انتخاب رو از خودمون میگیریم. اطلاعات نادرست و مخرب باعث بیشتر شدن صداهای ذهن میشن که اغلب نگرانی و استرس رو به همراه داره و همین مسئله باعث هدر رفت و محدود شدن انرژی مغز میشه. پس چی شد؟ با درک کردن این که شما ذهنتون نیستید به خودتون قدرت انتخاب میدید و از چارچوب‌های محدود کننده خارج میشید. وقتی که درک کنید که شما صدای توی سرتون نیستید، اون وقت میشنوید که این صدا اصلا داره چی میگه و چون خودتون رو از اون جدا کردید پس میتونید قضاوتش کنید و بهش مسلط بشید. بحثمون داره به جاهای فوق‌العاده‌ای میرسه. باورتون نمیشه وقتی بتونید ذهنتون رو کنترل بکنید چقدر زندگی میتونه براتون متفاوت باشه. اگر جزو اون دسته افرادی هستی که به این توانایی رسیدی، لطفاً تجربیاتت رو با ما به اشتراک بذار تا هممون بتونیم از اونها استفاده بکنیم و این آگاهی ارزشمند رو گسترش بدیم. دوست من، اگر در زندگیت به خواسته هایی که داری نرسیدی، اگر احساس یأس یا ناامیدی به سراغت میاد، علت در ذهن تو و نحوه تفکر تو خوابیده. با رسیدن به توانایی کنترل ذهنت میتونی از قدرت شگفت انگیز اون به نفع خودت استفاده کنی. اگر خیلی برای تغییر خودت مصمم هستی، قسمت اول و دوم رو دوباره تماشا کن، به اونها فکر کن و بعد سراغ قسمت سوم بیا. اتفاقات خارق العاده‌ای در انتظارته، چون قراره درباره رام کردن این قدرت شگفت انگیز صحبت کنیم. از کامنت های پر انرژیتون لذت میبرم. مرسی که چنل خودتون ذهن زیبا رو حمایت میکنید. شاد، سالم و ثروتمند باشید.